سلام رفقا، چطورید؟ من حسام تیریچم هستم و به یه ویدیو جدید خوش اومدید. آقا امروز قراره با هم دیگه بریم بهترین گیریمای هالووین 2021 رو با هم دیگه ببینیم بدون هیچ معطلی. میریم با هم دیگه این گیریما رو میبینیم و میخوایم بهشون امتیاز بدیم. کار ما هم چیه؟ همیشه چی؟ امتیاز دادنه. شما یادتون نره که با من حتما توی کامنت امتیاز بدید. اگه خوشتون اومد حتما دکمه لایک رو بزنید و اگه تا حالا کانال من سابسکرایب نکردی حتما اون کانال سابسکرایب کن و اون کانال من رو سابسکرایب کن و اون زنگوله هم بزن که هر موقع ویدیو میذارم پیغامش واسط بیاد. بدون هیچ معطلی بریم سراغ بهترین گیریمای هالووین. برو بریم. اوه میکاپ ایته، فیلم ایت. یو چت روحی. سریعتر. خیلی خوبه. یا خدا. فیلم ایت من ندیدم ولی میدونم کاراکترشون. وای چه گیریمی. چرا کلا نره؟ چرا کلا نداشت؟ یادم نه آره موهاش یه جوری بود، یه جوری حالت این بستنی قیفی بود، بعد موهاش هم گیریم میکرد. اگه قرار باشه امتیاز بدم به این از 10 بهش میدم 8. نه 8 نمیدم، بهش چند بدم؟ اگه قرار باشه به این گیریمش امتیاز بدم از 10 بهش میدم 7. اون 7 هم به خاطر گیریم حرفه‌ایش بوده. چرا آخرش تموم نکرد با اون موهاش؟ اصلا شبیهش نشد. از پیشونی به پایین شبیه شد. چه فیلمیه؟ چه فیلمیه؟ وایسی میبینم. ما از این هدفون استفاده کنیم. یا هم رفت هدفون رو بزنم وگرنه هیچی دی کپی رایت دهنمون رو صاف میکنه. کپی رایت هم که خیلی بده. I like to create a smoky eye using the ashes of my ancestors. Finally, to finish, I like to use Dry and Somber's lip chalk. This product gives your lips that death-like power. I hope you just loathed this video. من که فیلم ترسناک زیاد نگاه نمی کنم ولی شما اگه میدونید چه فیلمی حتما تو کامنت بنویسید. گیریمش بد نبود. 5. اگه بخوام امتیاز بدم میشه 5. بازم ایت. واقعا فیلم ایت فیلم ترسناکیه؟ اون قدم که میگن ترسناک نیست. کاراکترش حالا اونقدر ترسناک نیست. شاید ندیدم میگم ترسناک نیست. تو دیگه موهاش شبیه اون بشه. یا خدا چه دندونایی. آها یک کارایی کردی. یه کارایی کرده دمش گرم. بهش امتیاز 10 میدم. خیلی خفن بود گیریمش. خیلی خفن بود. خیلی هم زحمت کشید بابت گیریمش. پرفکت. عالی بود. Then you're about to watch my یا خدا. night makeup tutorial. Guaranteed to make you look like you haven't slept in years. هر کس بکنم اسکلت باشه. نه. آها. فکر کنم عروس مردگان باشه. آره کار انیمیشن عروس مردگان. I like to create a smoky eye using the ashes of my سریع. ancestors. ما Finally, عجله to داریم. finish, I like to use Dry and Somber's lip. چقدر زر میزنه. سریع. 8 میدم بهش.
خفن نبود ولی بهش 9 میدم. حالا یه امتیازم به خاطر اینکه گیریم آنچنان باحال نبود ولی ترنسلیشن و دیگه اون چنج کردن و خیلی خفن بود. همزمان با آهنگ و دیگه سینک بودن و دیگه اصلا نگم واسه خفن. حالا یه امتیازم دیگه، حالا برو سری بعدی ان شاءالله بهت میدیم 10 میدیم واسه جام جهانی. نفر بعدی. You'll fall an angel. Also, I cut my finger. Don't mind that. So I was thinking, how can I make an angel look interesting, right? So instead of doing a classic angel that looks like this, I'll be doing an angel that looks like this. And also, I just realized that I can't pronounce the word angel correctly. Am I saying it right? So to go with the vibe, I'm just این زرزرانشون رو مخه دیگه. سری کار انجام بده. مثلا بدنش چاک خورده یا چشمه. hot glue the feathers on. It's really easy, but it's just very time consuming. And speaking about time, it's time for the liquid latex. Okay, please look good. Alright, all the wings are finally on. Let's add the finishing touches. Alright, you guys, I finished all the finishing touches and I'm now a fallen angel. من بد نبودا ولی میگیری 7. 7 نه خفن نبود، خوب بود، بد نبود. 7. حیف شما نیست امتیاز خوب بگیری. بابا ایتو نرین دیگه، یک کاراکتر جدید. این داره از جون و دل مایه میده. آها دنبال همین موه بودم. همین مو باید بذاره سرشون. این فکر کنم خودش داره میاد دیگه. فکر کنم این نمره 10 میگیره فکر کنم. بنازم. این دیگه دیگه واجب شد من فیلم ایتو ببینم دیگه واقعا. معلومه که طرفدار زیاد داره. 10 میگیره. تو رو خدا تو دیگه چیز نباش. تو دیگه ایت نباش. Used commonly by birthday clowns. As for my I like to use Dry and Somber's lip chalk. This product gives your lips that death-like pallor look. I hope you just loathed this. واسه چه فیلمی بود؟ گیمش اونقدر خفنم نبود. 5 میگیره. اصلا چرا 5 هم زیادشه. 4 وقتمونو میگیرن الکی. شما دیگه امتیاز خوب بگیره. شما دیگه تلاش کن. تو رو خدا یه گیم خفن جانان. ولی زیاد خفنم نبود. همون 8 میگیره. زحمت کشیده. از قبلیه بهتر بود حداقل. I broke up my best friend and his girlfriend. So it was our sophomore year in high school, and my best friend and I had known each other since we were like 8 years old. And I've always had a crush on him. Like anytime he would get a girlfriend, I would try and break them up. And it would work. Well, our freshman year of high school, he started dating this one girl. Well, when he started dating her, he distanced himself from me because she didn't like how much time we were spending together. So a few months go by and my birthday's coming up. And mind you, within these past few months, we only seen each other like twice. And he had me blocked on all social media. Well, our parents were really good friends because we lived in the same cul-de-sac. So my mom invited him and his parents to my birthday party. So at the end of my هارلی کوین، کاراکتر مورد علاقه من هارلی کوین خیلی خفنه. من به این 10 میدم چون هارلی کوین انتخاب کرد. آقا خسته شدیم دیگه. هی کاراکتر ایتو انتخاب میکنه. هی کاراکتر اون فیلم چیه من نمیدونم، دختره هستش، هی اون انتخاب میکنم. نفر بعدی. I want to be with my دیالوگش real mom. آشناس. یا خدا یا خدا. At once, Coraline. No. I'll give you to the count of 3. 1, 2, 3. What are you doing?
آها این انیمیشن اسمش چی بود؟ کارولاین انیمیشن بود. کارولاین. آها امتیاز بهش بدیم. بحث شیرین امتیاز دادن بهش میدم. بد نبود. 9 بگیر. برو دیگه بس 9. همین که به 4 میدم خدا رو شکر. برو. خیلی زحمت کشید اصلا خسته شدی. Fuck Martha Stewart! Martha Stewart can kiss my shiny plastic butt! به تا میدم 5. I'm Chuck. اوه And I'm your friend to the end. چاکی. بچه ها فیلم چاکی اگه ندیدی حتما ببینید. خودمون ندیدم. اوه خیلی ترسناک. ترسناک نیست ولی باحال. خودم ندیدم. چرا نظر عروس مردگان. آها امتیاز بهش ندادم. به اون میدم 8. آره 8. به خاطر اینکه زحمت کشیدی همین گیریم انجام دادی ببینم 7. بست. برو. Sorry. The voices. What they really said. همینه میگن گیریم به این میگن. نگاه کنید اصلا شده. وای نگاه کن اصلا فیس رو ببین چقدر تغییر کرده، چقدر کار کرده رو صورتش. نه اینکه تو بری یه خط اینجا بکشی یه خط اینجا بکشی زخم کنی بگی من گیری هالووین انجام دادم. با خور تو سرتون گیری. اینا نگاه کن. 10 تمام. حقشه 10 بگیره. خیلی خفنه. یا خدا یا خدا. چقدر زر میزنن اینا. سری. What did you say? اوه بد نبود. میتونی پیشرفت داشته باشی. 8. You're the other woman. No! You're married to me! She's the other woman! She's got a point. And I thought this was all going so well! خیلی سخته هم گیریم کنی هم بخوای داوس مشا رو بدی. This just can't work. عروس مردگان. It's my eye, isn't it? No, your eye is lovely. درسته طول میکشه ولی قشنگ دارن Under انجام different میدن. circumstances, well, واقعا زحمت دارن میکشن. but we're just too different. I mean, you're deep. وای You should have thought about that before you asked me to marry you. خیلی خفنه. 10 تمام. عالی بود. نه ارزششو داشت این همه ساب کنی بابتش. Hello, brothers. I'm embarrassed. You guys done? زحمت کشیدی. 5. Sanctioned by the U.S. government, commencing at the siren, any and all crime, including تو هم خیلی زحمت کشیدی. 3 اصلا خیلی زحمت دارم میکشین. من واسه تو نگرانم. این همه تلاش و این زحمت خیلی زیاد.
Have I got a rubber? امتیاز نمیخوای؟ 10 نمیخوای امتیاز بگیری؟ واقعا حیفه خانم به این خوشگلی 10 نگیره. Biff, kiss me. خاک تو سرت، فقط بهت میدم 5. همون 5 هم زیادیته دیگه، تو استثنایی بود میدم 5. Late night makeup tutorial. Guaranteed to make you معلومه که گیریمش خیلی قویه. دوست داشتم نو. Uh-huh. What's your favorite scary movie? I don't know. خدا. What comes to mind? واسه اینکه حوصلتون سر نره یه خورده میزنم جلو. You know, the one with the guy in the white mask who walks around and stalks babysitters. فقط زر بزن اینا. Yes. Nightmare on Elm Street. Is that the one where the guy had knives for fingers? Yeah, Freddy Krueger. Freddy, that's right. I like that movie. It was scary. Wow. چه فیلمیه؟ So, you got a boyfriend? Why? You want to ask من me? خیلی فیلم‌های ترسناک، اصلا من کلا فیلم‌های ترسناک نگاه نمی‌کنم. No. You never told me your name. Why do you want دوست to know? دارم. I want to know who I'm looking at. What did you say? I want to know who I'm talking to. That's not what you said. What do you think I said? چه فیلم پشروزونی. مرسی که تا اینجا ویدیو تماشا کردید. اینم از بهترین گیرمای خفن هالووین 2021. اگر دوست داشتید حتما دکمه لایک رو بزنید و اگر دوست داشتید حتما پایین کامنت بذارید که پارت دواییشم بسازم که خفن‌تر بشه. و اگر نظری دارید از هر کدوم از این گیرما خوشتون اومد حتما توی کامنت هم بنویسید. و در آخرم که کانال منو سابسکرایب نکردی حتما چک کنید ببین اون پایین دکمه قرمز رنگ هستش. اگه قرمز رنگه دکمه سابسکرایب بزنید و اون زنگوله هم بزنید که هر موقع ویدیو گذاشتم واسه پیغامش بیاد. تا ویدیوی بعدی موش بهتون. پیس.